به نام خدا. یکی از انواع کلمه رو به نام شبه جمله نام بردیم که در اینجا توضیح مختصری خدمتتون میدم، چون مطالبش مفصل است. در قسمت هایلایت میتونین دنبال کنین ببینین، بعد اگه سوالی داشتین در خدمتتون هستم. شبه جمله همونجور که از اسمش مشخص است ساختار جمله رو نداره، معنای جمله داره، شبیه جمله، ولی در شمارش جمله ها یک جمله به حساب میاد. ببین الان در این قسمت میخوایم با مشابهاش مقایسش کنیم. دریغا که بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم گفتند بس. دریغا شبه جمله، معنای جمله داره، یعنی بسیار افسوس میخوریم، بسیار ناراحت هستم. ببینیم معنای جمله داره، کلن معناش میکنیم، میشه یه شبه جمله. دو تا جمله دارای فعل داریم. بر خوان الوان عمر دمی خورده بودیم، یعنی بر سفره رنگارنگ عمر لحظه لذت برده بودیم. این جمله دوم ما هست با دریغا. گفتن جمله سوم. بس جمله چهارمه. با اینکه مثل دریغا یک واژه هست ولی شبه جمله نیست. این بخش از جمله اسنادیه که نهاد و فعلش حذف شده. مثلا گفتن خوردن بس است، عمر بس است، و این بس یه جمله است ولی شبه جمله نیست. این بیت سعدی دارای 4 تا جمله است که اولیش شبه جمله، 2 تا جمله دارای فعل و یک جمله بس که بقیه اجزاش حذف شده. موفق باشید.